قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت تندروان سنی مذهبی که مناطق اشغال کردهشان در این کشور و سوریه را خلافت اسلامی اعلام کردند به یک خطر بین المللی تبدیل شدند. قاسم عطا روز 30 ایون به خبرگزاری رویترز گفته است اعلان خلافت از طرف سازمان دولت اسلامی عراق و شام که یک شاخه القاعده به حساب می رود پیام به تمام منطقه و جهان است که سازمان خطر برای تمام کشورهاست. این تندروان اول ماه ایون تکرید و قسمت‌های بزرگ از قلمروهای شمالی و غربی عراق را اشغال کردند. سازمان تندروی دولت اسلامی عراق و شام روز 29 از شهر حلب سوریه تا شهر دیالای عراق را خلافت اسلامی اعلان کرد و در این باره صحبتی داشتیم با سرگئی دانیلچکین رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی. سرگئی نیروهای عراقی جنگ برای پس گرفتن شهر تیکریت از دست تندروان شریک القاعده را ادامه میدهند. تا کنون در این زمینه پیشرفت کردند. Информация, которая поступает из Ирака, и в частности из Тикрита, постоянно меняется. И мы сталкиваемся с тем, что все стороны, которые сообщают об этом, вносят туда какие-то определенные اطلاعاتی که از عراق از جمله از تیکریت میرسد هر لحظه تغییر مییابد و خبری که از هر منابع میرسد نارسایی دارد و یا اطلاعاتی است که تصدیق درستی آن سخت است. از آنجایی که من میدانم نیروهای عراقی حالا میخواهند علیه تندروان هواپیما و چرخبالها را به کار برند، از جمله چرخبال و هواپیماهایی را که چند پیش از روسیه و بلاروس خریدند. تخمین می شود که از حمله های هوایی تندروان تلفات جدی میبینند و از موضعهای اشغال کردهشان عقب نشینی میکنند. در عموم با سوال شما حالا پاسخی واضح دادن نمی شود، ولی معلوم است که نیروهای دولتی حضور موقعهای خود را در تیکریت مستحکم میکنند و این کارشان را ادامه میدهند. наращивает свои усилия, это отмечают все наблюдатели, и есть основания предполагать, что эти усилия будут еще дальше наращиваться. و بعد خلافت اعلان شدن قسمی از قلمرو عراق و سوریه تحلیلگران گفتند که خطر دولت اسلامی عراق و شام نظر به آنچه که تصور می شود بزرگتر است. در واقع می توان گفت که این گروه به تهدید بزرگتر برای تمام خاورمیانه تبدیل می شود. Создание халифата на Ближнем Востоке является идеей. تأسیس خلافت در خاورمیانه یک عقیده خطرناک برای تمام کشورهای منطقه است. بر اساس این عقیده باید در خاورمیانه مرزها برداشته شود و تنها یک کشور اسلامی به وجود بیاید و همه حاکمان کشورهای منطقه برکنار کرده شوند. البته چنین عقیده مایه نگرانی ممالک عربی است و از جمله چند پیش ملک عربستان سعودی گفت که تأسیس خلافت اسلامی که سازمان دولت اسلامی عراق و شام می‌خواهد برای عربستان سعودی و تمام عرب‌ها غیر قابل قبول است. Это вызывает тревогу у них. و میتوانید درباره ابوبکر البغدادی رهبر گروه و حالا به قول سازمان خلیفه بگویید که کیست و از کجاست؟ Это человек, который получил религиозное образование и имеет определенный религиозный вес в своих кругах. این یک فردی است که دانش دینی گرفته و در میان اطرافیانش هم آبرو دارد، اما پیشتر از این او یک فرد نظامی بود و در صف ارتش عراق خدمت کرده است. ابوبکر البغدادی در گذشته از طرفداران حزب بعثی عراق بوده است. بعد برهم دادن ارتش عراق او با آموختن علوم مذهبی شروع کرده و به پیشرفت‌های هم نائل شده است. از این رو اطرافیانش به او احترام می‌گذارند و به حرفش گوش می‌دهند. یعنی دانستن علوم دینی و نظامی در سیمای او ظاهراً یک رزمنده را تجسم کرده است که برای هدف‌های دینی مبارزه می‌برد. Голос является голосом достаточно внятным и достаточно авторитетным для его последователей. سرگئی دانیلچکین رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.